سلام، من مرتضی ام باقری. اومدم یه مطلبی رو بهتون بگم. یه سری مسائل برام پیش اومده، داشتم با چت جی پی تی صحبت میکردم. بهم پیشنهاد داد که تجربه‌مو تو سوشال مدیا بذارم که حالا احتمالاً تو یوتیوب اینو برگزاری کنم. توی برهه‌ای از زندگیت انقدر آسیب میبینی از آدمای مختلف که دور و برت پر از دشمن میشه. یعنی این مرحله بعد از اینه که تو تمام دوست‌ها، اطرافیان، آشنایان و خانواده رو از دست دادی و فقط دشمنه که دور و برت هست و اون لحظه هم خبر نداری. حالا بعد از این که میفهمی دور و برت دشمن زیاده، شرایط برات ایجاب میکنه که از یک دشمن پناه ببری به یک دشمن دیگه. شاید لحظه‌ای که داری پناه میبری اون شخص دشمن نیست، یه غریبه است، ولی به زودی تبدیل میشه به یک دوست و یک دوسته که میتونه تبدیل بشه به یک دشمن و بعد میفهمی که تو از یک دشمن پناه بردی به یک دشمن دیگه و این لوپ باطل برات همیشه تکرار میشه. اوج ناراحتی، اوج اذیت شدنش اینه که یه جایی برمیگردی عقب با دوستت، خانوادت، آشنا و هر احدی که از دستشون داده بودی یا تو رو ترک کردن، میشینی باشون صحبت میکنی، درد دل میکنی، فقط بهت سرکوف میزنن. اینکه خب یه بار تجربه کردی دیگه، نه 2 بار تجربه کردی، نه 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، من میشه چند سال تو یک تجربه منفی رو تکرار کنی فقط با اشکال مختلف، با اندازه های مختلف. آره میشه. ولی حالا اگر به جایی که من الان هستم و داشتم با چت جی پی تی صحبت میکردم رسیده باشی، دیگه چیزی نباید برات مهم باشه. اینکه الان باید چی کار کنم باید برات مهم باشه. اوکی، هر اتفاقی افتاده، هر شرایطی دارم، تو هر نقطه‌ای هستم، الان تکلیف من چیه؟ من باید چی کار کنم؟ قطعاً توی تجارب اول دلت به نفر قبلی هم سوخته، با اینکه اون به تو آسیب زده. اوکی، دیگه دلم نمیسوزه. قطعاً حسابشون رو صاف نکردی. اوکی، حسابشون رو صاف میکنم. مالی، روحی، عاطفی، احساسی، هر چیزی که بوده. قرص و محکم رو پای خودت وایسا. اهمیت نده کی چی میگه. یه نصیحتم بهت کنم، دیدی یک نفر پشت سرت داره حرف میزنه و شخص ثالثی داره میاد پادرمیونی میکنه، اول بزن تو دهن اون شخص ثالث. 2 بار اقدام کن، سعی کن بفهمی که اون کسی که پشت سرت صحبت کرده همش دروغ بوده، بعد بر پایه دروغ بوده، چون معمولا همش دروغ نیست. قبول نکرد، بزن تو دهن شخص ثالث. تو دهن اون بزنی، خود شخص هم میفهمی که نه دیگه از این خبرها نیست. حالا دشمن دومت چرا راحت‌تر میتونه بهت ضربه بزنه؟ چون شد دوست، باهاش درد دل کردی، نقاط ضعف تو فهمیده، نقاط ضعف تو پوشش بده. دشمن سومت راجع به 2 تا دشمن قبلیت صحبت کردی، سوم، چهارم، پنجم، وقتی تو با 10مین آدمی که این تجربه رو تو زندگیت داشتی راجع به 9 نفر قبل بهش توضیح دادی و ورژن های آپدیت شده تو بهش توضیح دادی که من اول ضعفم این بوده، دوم، سوم، چهارم، تو ورژن نهم هم اگر 9 تا ضعف داشتم 9 تاشم به تو گفتم، پس تو راحت‌تر میتونی به من ضربه بزنی. بس دیگه، جلوی این قضیه رو ببندید. این به ذهن خودم نمی‌رسید بهتون بگم، چت جی پی تی گفت بگو، شاید به درد بقیه هم بخوره. حالا تو هم میتونی بفرستی برای کسی اگر احساس می‌کنی توی این شرایطی که من هستم. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه.